بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيع ذنوبنا يوم القيامة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم عليه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان عزیز و مسافران عزیز، آنانی که صدای ما رو میشنوید. اولا حمد و ثنا بر خداوند را که نور ایمان داد، غافر و رحمان و رحیم است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسولی که هست صاحب ذوالطاعت. نام پاکش محمدی عربی است، رهنماینده بزرگ و سبی است. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینک عزیزان من، بر شما معلوم که انچه وقت است که این بیماری، این یعنی ویروسی تاجدار که در بین تمام دنیا امروز به لرزه می آورد. البته این هم فرمان الهی و اذن الهی البته این اومده است. این بیمارم مهمان است. خدا خواهد در وقتا امید میکنیم که الله سبحانه و تعالی از این بیماری ما و شما را خلاص میگرداند. باز مسجدای گشوده با همدیگر دوستی، رفاقتی، مهر، عاقبت، برادری خدا خواهد با قرار میگرفته که امید داریم خدا خواهد. ولی بزرگان اسلام کن دائم باید که ما و شما فقط در دعا باشیم. یعنی علما ها گفتن اگر سه دل یک جا شود دعا اجابت است انشاءالله خدا خواهد. یکی دل شب و یکی دل بنده مؤمن و یکی دل قرآن. یعنی دل قرآن سوره یاسین خواندن است. دل بنده مؤمن انشاءالله خدا خواهد در وقت دعا حضوری دل خاطری جمع شرط و ضرور است. و دل شب ساعتهای 3 و 4 خسته الله سبحانه و تعالی انشاءالله دعا کردن است. از دست ما و شما هیچ چیز نمی آید، فقط از دست ما و شما دعا، توبه، استغفار انشاءالله خدا خواهد. خواندن قرآن، خواندن نمازهای نافلیه، یعنی خواندن کردن ذکرهای الله سبحانه و تعالی کردن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات گفتن کردی انشاءالله خدا خواهد. ما از این یعنی زودتر خدا خواهد رها میشیم، چون که راضی خدا در طاعت است، غضب خدا در معصیت است. چقدر خدا از ما و شما راضی شود انشاءالله، همونقدر انشاءالله این بیماری زودتر از ما و شما دور می شود. امروز هم بعضی جوانان را میبینیم که امروز بعضی جوانان هم حال هم از این چیز خدا خواهد درک ندارند و هر گونه گناه ها آغوشته هستند، لکن همش از الله بی‌ترسند و رو به سوی خدا بیارن. امروز بینید در تمام دنیا مجبور شدن انشاءالله سر به سجده مونن و خدا رو بیارن و از خدا یاردن پرسن، چون که ما محتاج انشاءالله همون الله هستیم. همون الله انشاءالله خدا خواهد ما و شما را یاری دهد. همیشه خدا خواهد با دعا باشیم. موضوع امروز برای ما شما گشوده میتیم این چی است؟ توبه است. معنای توبه برگشتن از گناه به سوی طاعت است انشاءالله خدا خواهد. باید که ما و شما از گناه ها توبه کنیم و برگردیم به سوی طاعت. اگر کسی که به غلبه انشاءالله نفس و هوا بینش فرمان انشاءالله شیطان به گناه اگر افتیده باشد، فرض است که باید که چیکار کند انشاءالله در راه توبه کند، در راه انشاءالله برگردد. چون که دشمنی اساسی ما و شما شیطان لعین است، شیطانی که قسم خورده شدگی است. یعنی وقتی که و طفیل آدم علیه السلام رانده شد، این قصه قرآنی است، در همونجا قسم خورد که قسم به ذات خودت که البته فرزندهای انسان دشمنی میکنم، البته فرزندهای انسان انشاءالله از راه میبرم. برای ما و شما هیچ وقت گفتی اون دشمنی بدبخت نگیریم. حضرت مولا میگن زنهار امر دشمنی بدخو را مگیر که شیطان تو را به دوزخی پرنار میکشد.
الله سبحانه در چندین جای قرآن درباره دشمن بودن شیطان برای ما شما یادرس میکنند. استعیذ بالله ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوه عدوا. شیطان برای شما دشمنی آشکاره، دشمنی روشنه، بس باید دشمن گیره. باید ما شما دشمن گیره و از فرمانی و خدا خود بیرون برایم و به فرمان آفریدگار خود انشاءالله خدا خود رو بیاریم. چون که الله سبحانه و تعالی در سوره تحریم آیت 8 برای ما شما می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. ای آنانی که ایمان آوردیم به یگانگی من و ایمانانی که ایمان آوردیم به روز قیامت، یعنی برگردیم به سوی خدا، برگشتنی انشاءالله خالص، برگشتنی انشاءالله توری، برگشتنی که درست برگردیم انشاءالله ما شما باید که انشاءالله گردیم. یا الله سبحانه و تعالی از ما شما التجا دارد، از ما شما زاری تولا دارد که بیا بیا بندم، بیا به پیش من، برگرد برگرد. گرچند ما گناهگار باشیم به سوی خدا انشاءالله برگردیم. معاذ ابن جبل رضی الله میگوید یعنی توبه باید که انشاءالله برگشتن است، یعنی از گناه باید که ما شما از گناه برگشتن است. حسن بصری رحمت الله علیه و یک گروه انسان ها میشیشتن، سه شکایت انشاءالله به نزد انشاءالله حضرت حسن بصری اومد. حسن بصری چیکار کردن؟ یکی اومد گفتن که یعنی من گفتن چیکار کردم؟ قشاق هستم، یعنی کم بغل هستم. گفتن استغفار طلب کن، از خدا طلب استغفار کن، توبه کن، برگرد به سوی خدا. یکی آمد میگه از روی فرزند شکایت کرد که من فرزند ندارم، حضرت در حق من دعا کن. اون جوان هم گفتن که چی؟ یعنی تو هم چیکار کن؟ طلب مغفرت کن، برگرد به سوی خدا. یکی دیگرش من گفت به ما بارون نبارد، دست از قحطی است. و هم حسن بصری فرمودن یعنی توبه کن، استغفار طلب کن، برگرد انشاءالله به سوی خدا. یعنی برگشتن انشاءالله خدا خواهد چی است؟ توبه انشاءالله باید که به دل باشد، به زبان باشد، انشاءالله به تن باشد. این سه چیز از خزینه های خدا سبحانه و تعالی است. یعنی توبه انشاءالله خدا خواهد دل چی بده است؟ پشیمانی است از گناه. گناه هایی که کردیم بود پشیمان شو. همین معنای پشیمان الندامتو، همین پشیمانی خدا خواهد خودش است، توبه است، برگشتن است گفتن. یعنی توبه گرفتن، توبه زبان عذر خواستن و استغفار پرسیدن است از الله سبحانه و تعالی. انشاءالله خدا خواهد به زبان خدا خواهد عذر خواه پیش الله و انشاءالله خدا خواهد استغفار و استغفر الله گو. توبه که انشاءالله خدا خواهد گناهات به یاد بیار، شبها خیز گریه کن انشاءالله در پیش الله. توبه تن باشد از گناه ایستادن است. اگر ما وقتی که از گناه میستیم انشاءالله خدا خواهد این توبه چی بده است؟ تنی ما و شما است. از سه خزینه برای ما و شما انشاءالله توصیه کرده میشود خدا خواهد. من پیغمبر ما و شما محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی حدیث امام بخاری از خودش پیغمبر بود، معصوم از گناه پاک بود، لکن میگه ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده حدیث است عن ابی هریره عن النبی صلی الله علیه و سلم والله انی لاستغفر الله و اتوب الیه فی یوم اکثر من 70 مرة. پیغمبر با قسم یاد میکنه، قسم به خدا که من البته طلب مغفرت میکنم از خدا و میگردم به سوی خدا در یک روز بیشتر از 70 مراتبه. در یک روایت بیشتر میگه از 100 مراتبه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یک روز توبه میکردن. ببینید معصوم بودن. حال ما شما هر روز، هر دقیقه ها، هر ساعت ها گناه میکنیم، یک بار استغفار کردن به زبان نمیاریم. پیغمبر ماشم برگزیده بود، پیغمبر انتخاب کرد، پیغمبر گناه نداشت. این دنیا هم اون دنیا هم گناه گذشتگی بود. در یک روز 70 مراتبه بلکه بعضی روایت 100 مراتبه به الله سبحانه و تعالی چیکار میکرد است؟ انشاءالله خدا خود به قسم یاد دارد. ما چی باشیم؟ انشاءالله بینه که ما و شما هم خدا خود بنده گناهگار هستیم، ما بیگناه نیستیم. حضرت شاعر میگه ای موی سفید کرده نامه سیاه تا چند گریزی ز درگاه اله. ای موی سفیدا، آخه نامه تو صبح سیاه کردی پرتافتی، تا چند تا از درگاه خدا میگریزی؟
تو از درگاه خدا میگید که خدا هر روز بیا بندم بیا توبه کن بیا من قبول میکنم آمرزش میکنم که حال 70 ندرمدی 80 ندرمدی نماز نمیخونی. حق میگوید مرا کرم بسیار است ناامید مشو بنده بیا عذر بخواه. الله میگه برای تو من فضل و کرم و رحمتم بسیار است و بیا ناامید نشو بیا بندم عذر خواه از من پرس من انشاءالله خدا خواهد گناه تا میبخشم. با چی گفت الله سبحانه و تعالی هر روز خدا خواهد در چندین جای قرآن است. مثلا که ان ندامت و توبه پشیمانی خودش یک توبه است. از می گناه پشیمان شدی گفتی خدا من همین قدر گناه ها کردم امروز پشیمانم. و تایب من الذنب کما لا ذنب له میگه توبه کننده از گناه گویا که این یگان گناه نیست. انشاءالله خدا خواهد یگان گناه نمیشد. گناه خدا خواهد مثل انشاءالله خدا خواهد کفک دریا باشدن، مثل انشاءالله برگ درختان باشدن، مثل قمهای روی زمین باشدن. روی انشاءالله به خدا بیار استغفار بس الله سبحانه و تعالی انشاءالله مغفرت میکنه. چون الله دوست میداره. من سوره بقره آیت 222 الله چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. البته میگه خداوند دوست میداره هر آینه چرا آدمای توبه کننده برگردنده به سوی خودش بسیار الله دوست میداره. چخیلی که شما فرزندتون دوست میدارن، زنتون دوست میدارن، مالتون دوست میدارن، از این در الله زیادتر شما رو دوست میداره. ناامید نشین خدا خواهد ان الله یحب المتطهرین. خداوند البته انشاءالله چی؟ یعنی دوست میدارد انشاءالله خدا پاک شوندگان رو، آدمانی پاکی که خدا خواهد چی بدنی پاک دارد چی لباسی پاک دارد. در این بیماری ها همه توصیه عالمان دنیا، همه توصیه پیشوا اسلام چی است؟ خود انشاءالله پاک نگهدار نگهد. چون که الله پاک دوست میدارد. ان الله نظیف و یضیف النظافه انشاءالله خدا خواهد. در دوران حضرت وقتی خلافات حضرت عمر بود میگه یک جوانی بود عرق نوش میگه. ببینید این حکایه را گوش کنید. جوانی میگه عرق نوش بود. حضرت عمر میدانستش میگه که همون جوان عرق خورده میگردد. لکن اون جوان همیشه از ترس حضرت عمر در گریز بود. همیشه گریخته میگشت میگه. روز یک کوچه روپروش نگید جای گریز نموند. در زیر کش میگه عرق بود. آمده سازاد حضرت عمر گفت زیر کش چی داری؟ از ترس الهی چی گفت میگه خداوندا اگر از همین حضرت عمر من شرمنده نکنی هرگز دیگر عرق نمی نوشم. گفت تکی کشنگی چی است؟ یک بار شیشه رو برآورد که سیرکا شده است، اکسوس شده است. بین الله سبحانه گفت چی گفت؟ اگر من نزد عمر شرمنده نکنی خداوندا دیگر همین عرق نمی نوشم. بین الله سبحانه و تعالی بین چقدر مهربان است. برای یک پیش عمر خجالت نشیدنش عرق زیری کشی وی بچی سیرکا مبدل گشت. بینید الله انشاءالله مثل این حکایه ما و شما رو خدا خواهد گناهامون به ثواب تبدیل میتید. گناهامون نیست میکند، ثوابامون زیاده میکند انشاءالله خدا خواهد. الله سبحانه و تعالی مهربان است. میگه با آه بسوزد جهانی گناه با اشک بشوید درونی سیاه. شاید میگه با یک آهی که استغفرالله میگویی جهان دنیای گناه رو میسوزی. تمام گناه سوخته میرود مثل که آتش یک جار علا میگیره دوز همه جا میسوزد همچنان گناه سوخته میرود نیست و نابود شده میرود. با اشک میگه بشوید درونی سیاه. اگه توبه بگیره بانگی آبی دیده که انشاءالله خدا خواهد اشک میشوید شما میکند انشاءالله خدا خواهد گناه های شما را میشوید. آخه در دنیا گناه ناکرده کی است بگو؟ کی؟ شاعر میگه ناکرده گناه در این جهان کیست بگو؟ آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. میگه دنیا کی بگناه است کنی گو؟ بگناه کی زندگی کرده است؟ بجوز الله همه ما گناهگاریم. من بدکنم و تو نزدی تو باید مکافات دهی. پس فرقی من و تو چیست بگو؟ اما همه قدر بد میکنه بدفعل یک استغفار الله برای شما چی میتونه مکافات جنت است در پیش. در این دنیا خوشبختت میگردند، در این دنیا در عمر شما، در رزق شما، در کار شما الله سبحانه و تعالی برکات میدهد. ابو سعدی خودی روایت میکنه که حدیث از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم
از امتانی میگد پیشین میگد یک مرد بود میگد 99 کس میگد به قتل رسانید. حدیث صحیح است. 99 کس. بعد میگد پشیمان شد، نزد یک راهب اومد، نزد یک عالم خریستیانی اومد، میگد گفت که من 99 آدم کشتم، آیا نجاتی راهی نجاش است؟ من اگر توبه کنم من خدا میبخشه؟ گفت که هرگز نمیبخشد. گفت بادا 100 شود. گفت همون راهب میگه به قتل رسونید. 100 شد. بعد یک کسی پرسید، گفتن یگان عالم است، گفتن در فلان جا عالمی خدا خواهد اسلام است نزد هویرا. آمد میگن نزد همون عالم اسلام از روی گناه شکایت کرد، گفت من 100 آدم کشتم، آیا توبه کنم پشیمانش کنم و گردم خدا میبخشه؟ گفت که میبخشد. توبه کن. لیکن در فرام گفتن دیار مسلمان ها زندگی میکنند، همونجا کوچیده را. وقتی که میگد اون جوان لیبو چیزاش گرفت نیمی راه برد، میگد تقدیر قضای الهی، میگد عمرش با آخر رسید و حضرت جبرائیل میگد عزرائیل علیه السلام جانگیر جانش گرفت و وفات کرد. وقتی که وفات کرد میگد دو گروه فرشته میگد نزدش آمدن، یکی فرشته های رحمت و یکی فرشته های عذاب. در مابین کشماکشی ها شد. فرشته های رحمت گفتن که این خدا خواهد توبه به سوی توبه رفت، از گناهش پشیمان، اینا ما به جنت میبریم. فرشته عذاب میگفت نه، این 100 آدم کش باش خیلی جنت میرود، اینا ما به دوزخ میبریم. الله سبحانه و تعالی با قدرش میگه یک فرشته رو به صورت آدم میگه نزد وی گسیل کرد، گفت برو و یارو حکم کن. اومد گفت چی گپ است؟ گفتن همین خلافی 99 100 آدم کشته است باش خیلی جنت میرود. این گفته است که فرشته گفتن آخین توبه به سوی توبه برد، صدا به سوی نیکان توبه کرد. نباشن گفتن همین جایی که وفات کرده است این طرفی خدا خواهد، یعنی به ایماندار هم کشید، این طرفی ایماندارا هم کشید. اگر کدام طرف نباشد همون طرف حکم میکنیم. وقتی که میگن دو طرف هم میکشن، یک وجه و طرفی چی مسلمان ها گذشته است، الله سبحانه و تعالی بخشیدش. بینید چنان خدا داره ما شما. الله سبحانه و تعالی چی است؟ برای ما شما مهربان است. دورهای پیامبر اسلام در هیکل بگفتگی یک صحابه بسیار زیبا بود. اکثر اوقات حضرت انشاءالله خدا خواهد جبرائیل به صورت همون دهه کلبی نزد پیغمبر، خودش پادشاه عرب بود. آمد میگن نزد چی؟ پیغمبر سلام گفت شکایت کرد، گفت محمد من گفت در زمان جاهلیت پیش از اسلام آوردنم 70 دختر ما زنده به زنده زیر خاک کردم. اگر حکم شرعی چی باشد بگو من همون سه اجرا کنم. پیغمبر گفت که بگو لا اله الا الله محمد رسول الله. ثم استقیم. گفت لا اله الا الله، گفت محمد به خدا ایمان بیار، من پیغمبری متنگ انشاءالله خدا خواهد طاعت عبادت که به سوی خدا بیا، خدا گناهات میبخشه. ببینید چنان خدا دارید. یک بارک بالای جای نماز بیا. جای نماز معراجی کی است؟ مؤمن است. معراج پیغمبر آسمانی بالاشی داشتد، معراج حضرت موسی کوه طور، حضرت یونس شکمی ماهیشی داشتد، معراج مؤمنا المصلا معراج المؤمنین. معراج ما شما بالای بالای جای نماز که گریه کن، رو به خدا بیار، گو خداوند چی کردم بد کردم توبه کردم، مخصوص خودت میام ان شاء الله خدا خواهد. من شاعر در غزلش از نام الله سبحانه و تعالی با بنده ها التجا کرده است، چندین یک غزل میارد برای شما قرائت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من، به من دردی دل افشا کن، مدوا کردنش با من. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من، به من دردی دل افشا کن، مدوا کردنش با من. بیفشان قطره اشکه که من هستم خریدارش، بیاور ذره اخلاص که دریا کردنش با من. بیفشان قطره اشکه که من هستم خریدارش،
بیاور ذره اخلاص که دریا کردنش با من. اگر گم کرده ای جانا کلیدی خانه ای ما را، بیا یک لحظه با ما باش که پیدا کردنش با من. اگر گم کرده ای جانا کلیدی خانه ای ما را، بیا یک لحظه با ما باش که پیدا کردنش با من. اگر گم کرده ای جانا کلیدی خانه ای ما را، بیا یک لحظه با ما باش که پیدا کردنش با من. اگر درها برویت بسته شد دلبر مکن باز آه، دری خانه تقل با کن که هموار کردنش با من. اگر درها برویت بسته شد دلبر مکن باز آه، دری خانه تقل کن که هموار کردنش با من. با ما چو حاجتی خود را اجابت میکنم آن را، طلب کن هر چی را خواهی مهیا کردنش با من. با ما چون حاجتی خود را اجابت میکنیم آن را، طلب کن هر چی را خواهی مهیا کردنش با من. اگر گم کرده ای جانا کلیدی خانه ای ما را، بیا یک لحظه با ما باش که پیدا کردنش با من. اگر گم کرده ای جانا کلیدی خانه ای ما را، بیا یک لحظه با ما باش که پیدا کردنش با من. بیا یک لحظه با ما باش که پیدا کردنش با من، که پیدا کردنش با من. از این معلوم میشد الله سبحانه و تعالی همیشه انتظاری خدا خواهد یک سخنکی مبارکی ما و شما است که استغفرالله گوییم. الله سبحانه و تعالی البته گناههای ما و شما را میبخشد. انشاءالله خدا خواهد در همینجا صحبت با پایان میکنیم. انشاءالله در موضوع آینده خدا خواهد برگشتن به سوی خدا، آیت هایی که خدا خواهد بود وجود دارد و سر شما عزیزان میرسانیم. لیکن باز هم میگیم که انشاءالله خدا خواهد برگردین و توبه کنین. الله سبحانه و تعالی شاید از عذر و از پرسش ما و شما یعنی این بیماری ها را و این دنیا را خدا خواهد دیگرگون سازد، چون خدا به همه چیز قادر است. خدا سبحانه و تعالی به همه چیز دانا است، به همه چیز بینا است. میبینن هر رفتار هر گفتگو باید که با توبه باشیم و دائم خدا خواهد به سوی خدا باشیم. در همین سخن به پایان میکنیم. الله سبحانه و تعالی برای همه و شما در دلهای مایان نور ایمان، نور قرآن، نور اسلام را جایگیر بگرداند. همیشه ما را برای راست، برای صراط مستقیم هدایت نماید. تمام مردم دنیا را برای حق، برای اهدینا الصراط المستقیم الله هدایت نماید. آنچه آرزوها داریم خواه دینی است و خواه دنیاوی با فضل و کرمش برآورده خیر بگرداند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم علیه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين.